عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما مدیریت صنف چیست؟ قبل از این که به تعریف و تشریح مدیریت صنف بپردازیم، این را باید بدانیم که دانستن مهارت‌های مدیریت صنف مثل تمامی مدیریت‌های دیگر در هر بخش و زمینه اکتسابی هستند، نه ذاتی. وقتی پرسیده شود که مدیریت صنف چیست، معمولاً چنین پاسخ دریافت می شود: کنترل، اداره و نظم در صنف را مدیریت صنف گویند. کنترل و اداره در صنف درسی می تواند جزء مدیریت صنف باشد، ولی به تنهایی معنای مدیریت صنف را افاده نمی کند. پس گفتم می توانیم که مدیریت صنف عبارت از ایجاد شرایط لازم برای تحقق یادگیری می باشد. نظر به این تعریف می بینیم که یادگیری یا آموزش مهمترین بخش مدیریت صنف است. بدین معنی که اگر نظم و کنترل خوب در صنف وجود داشته باشد اما یادگیری صورت نگیرد، پس صنف درست مدیریت نشده و جزء اساسی آن که یادگیری است به وقوع نپیوستیده است. بنابراین استادان محترم این نکته را باید مد نظر داشته باشند که چگونه تدریس کنند تا یادگیری بهتر صورت گیرد، نه اینکه تنها کل توجه خویش را روی آرام نگه داشتن صنف به کار برند. حال استادان گرامی شاید بپرسند که چگونه یادگیری صورت میگیرد تا بتوانیم مدیریت خوب بالای صنف درسی داشته باشیم. در گام نخست استاد گرامی باید فضای صنف را دور از ترس نگه دارد تا زمینه را برای یادگیری فراهم ساخته و سعی گردد باعث ایجاد چالش در صنف گردد. چالش خود یک رقابت به هدف پیشرفت راه حل‌های فنی یا پداگوژیکی برای حل مشکلات یادگیری و پیشرفت می باشد، چون یادگیری با چالش افزایش و با تهدید کاهش می یابد. بنابراین صنف برای شاگردان باید چالش برانگیز باشد، نه هراس‌انگیز و تهدیدآمیز. زمانی که فضای صنف برای شاگرد امن و آرامش بخش نباشد، شاگرد نمیتواند روحاً و جسماً حواس خود را معطوف و درس استاد نماید، چون هراسی که در شاگرد به وجود آمده باعث به هم خوردن حواس او گردیده و وی را از یادگیری کاملاً باز می دارد. قسمی که ترس از اشتباه که تهدید و تحقیر را به همراه خواهد داشت، مانع سهمگیری فعال شاگرد در درس می شود. حالان که بیشتر استادان فکر می کنند که هر قدر ترس در صنف حاکم باشد، شاگرد بیشتر یاد می گیرد و این مفکوره کاملا در تضاد با شیوه های آموزشی می باشد. بنابراین در قدم نخست استاد گرامی باید سعی نماید که فضای امن و صمیمانه را ایجاد کند که تدریس راحت‌تر و با سهمگیری فعال شاگردان صورت گیرد. در صنفی که تدریس در فضای امن صورت می‌گیرد، در چنین صنف احتمال یادگیری بیشتر می‌باشد. استاد گرامی باید خود را در صنف منحیث یک حاکم و جدا از شاگردان و اتفاقاتی که در صنف در حال سپری شدن است نداند، بلکه خود را شامل در همه اتفاقات بداند و همراه شاگرد باشد، نه در مقابل شاگرد. زمانی که استاد شاگرد را در صنف همراهی می کند و نقش راهنما را به خود می گیرد، شاگرد بهتر می تواند به سوالات استاد پاسخ دهد و یا سهم فعال در درس داشته باشد و یا هم راحت‌تر می تواند هر سوالی که راجع به درس در ذهن او می‌گذرد را بپرسد. زمانی که استاد خود را شریک در صنف می داند، مثلا نشان می دهد به کاری که می کند علاقه دارد و لبخند از روی رضایت به لب دارد و با اشتیاق صحبت می کند، باعث ایجاد فضای مثبت در صنف می شود. متاسفانه یکی از مشکلاتی که دیده شده است، برخی از استادان ترس از تغییر دارند. فکر می کنند نوآوری و یا تغییر در رفتار و روش موضوع بی اهمیت است، حالان که تجربه نمودن راه‌ها و شیوه‌های جدید دور از فایده نیستند. مثلا اگر شیوه جدید را پیش بگیریم،
یا مفید واقع می شود یا اینکه می دانیم که در صنف ما کاربرد ندارد. در نهایت چیزی از دست نمی دهیم. روش دیگری که زیاد دیده شده است این که بعضی از استادان فکر می کنند با فریاد زدن، قهر کردن، تهدید و لط و کوب می توانند توجه شاگرد را به درس جلب نمایند یا مجبور به اطاعت کنند، حالان که روش‌های مناسب برای مطیع ساختن شاگرد وجود دارد. مثلا با سهم دادن. اگر استاد از شاگرد بخواهد که بعد از وی درس را تشریح کند یا خلاصه مفهوم یا برداشت خود را بگوید، شاگرد سرباز نخواهد زد. یا به طور مثال در فعالیت گروپی نقش مشخص به وی دهد، مثل سرگروپ. در چنین شرایط شاگرد از دستورات استاد سرپیچی نمی کند. استادان گرامی، استفاده از روش‌های جدید تدریس یا تحول در تدریس کار ساده نیست، اما با تلاش و پشتکار می توانیم موفق شویم. دوستای عزیز، این بود خلاصه از تعریف و تشریح مدیریت صنف و اینکه یادگیری و آموزش جزء اساسی مدیریت صنف می باشد و همچنان مشکلاتی که باعث می شود صنف درست مدیریت نشود. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.